سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران به کوشش سهراب نیکوصفت. ادیت و پخش آوای بوف. avayaboof.com. شروع از صفحه 37. شکلگیری نهاد روحانیت رسمی شیعه. مذاهب و مکاتبی که از جنبش دینی و فکری به مذهب و ایدئولوژی دولتها استحاله می‌یابند یا با قدرت سیاسی تلفیق می‌شوند، بیش از هر دوران و زمان دیگری به روحانیت رسمی و سازمان‌ها و نهادهای روحانیت نیازمند می‌شوند. وظیفه و کارکرد اصلی روحانیت در مذاهبی که از دولت و قدرت سیاسی مستقلند به پاسداری و بازتولید، آموزش و انتقال دین و تنظیم امور روحانی مردم و برگزاری آیین‌های مذهبی محدود می‌شود و نهادهای روحانی نیز متناسب با همین کارکردها شکل می‌گیرند. اما کارکرد روحانیت در مذهبی که در قدرت سیاسی سهیم شده و مدیریت قضایی، حقوقی و اقتصادی و زندگی روزمره مردم را در انحصار می‌گیرد، از این عرصه‌ها فراتر می‌رود. در موقعیتی از این دست شمار روحانیون و کارشناسان مذهبی به شدت فزونی گرفته و نهادها، سازمانها و سلسله مراتب روحانیت گسترش و دگرگونی می‌یابند. دولت و حکومتی که مذهب و جزمیات مذهبی را به ابزار قدرت خود بدل می‌کند، به تدریج و با قدرتگیری روحانیت مذهب رسمی به اسارت روحانیت در می‌آید. بر اساس ساختار حکومتی سلسله صفوی، عرصه‌های مهمی از امور اجتماعی، قضایی و اقتصادی باید بر اساس قوانین شرع اداره می‌شد. شاهان صفوی پس از تحکیم نسبی قدرت سیاسی خود به روحانیت رسمی شیعه نیازمند شدند تا مشروعیت حکومت و کشورداری را از فقه شیعه استنتاج کرده و امور شرعی مردم را با فقه شیعه اداره کنند. قوانین شرعی در فقه اسلامی دستورالعمل زندگی مسلمان و اجرای آیین‌های مذهبی را تنظیم می‌کنند. تا پیش از حمله مغول، فلسفه و کلام در تمدن اسلامی رشد و توسعه یافته بود، اما فقه در نزد مکاتب چهارگانه سنی و مکتب جعفری رشد چندانی نکرده و رشد آن با رشد فلسفه و کلام سنجیدنی نبود. پس از حمله مغول، فقه و کلام به سود تصوف به حاشیه رانده شد. تا پیش از حکومت صفوی، رشد نیافتگی فقه شیعه نسبت به فقه اهل سنت چشمگیرتر بود، چرا که حاکمان سنی مذهب امور شرعی را به فقهای سنی می سپردند و فقه شیعه به دلیل دوری از عرصه قدرت و عمل در همان مباحث اولیه درجا زده بود. حکومت صفوی که با شمشیر اما به نام مذهب شیعه قدرت را به دست گرفته بود، به روحانیت شیعه نیازمند بود تا علاوه بر سامان دادن امور شرعی بر اساس فقه شیعه از شاهان صفوی حمایت و قدرت زمینی آنان را تقدیس کنند. تقاضا برای روحانیون و فقهای معتبر شیعه افزایش یافت و سلسله صفوی با کمبود فقیه و روحانی روبرو شد. فقها و روحانیون شیعه مقیم ایران از منظر کمیت و کیفیت و اعتبار
ضعیفتر از آن بودند که به نیاز شاهان صفوی پاسخ داده و با تحول زمانه هماهنگ شوند. شاه اسماعیل و جانشین او شاه طهماسب به ناچار به فقیهان شیعه غیر ایرانی روی آورده و گروهی از فقیهان شیعه ساکن نجف و شامات و جبل عامل لبنان را که اغلب عرب بودند به ایران دعوت کردند. فقیهان شیعه که به دلیل سنی مذهب بودن همه حکومت‌های اسلامی پیش از صفویه در انزوا می‌زیستند، دعوت شاهان صفوی را به فال نیک گرفتند، چرا که پس از چند قرن مخفی کاری در مناطق سنی نشین می‌توانستند بدون تقیه زندگی کرده و افکار و باورهای خود را آشکارا بیان و آیین‌های خود را بدون مخفی کاری اجرا کنند. فقیهان شیعه در حکومت صفوی از انزوا، تقیه و مخفی کاری رها و به شرکای قدرت و دولت بدل شده. مدیریت امور شرعی و قضایی کشور بزرگی چون ایران آن روزگار را در انحصار گرفته و با حمایت سیاسی و مالی دولت نهادها و مدارس خود را برپا و گسترش دادند. سرکوب خشن دگر اندیشان به دوران سلطنت شاه اسماعیل. اکثریت ایرانیان تا پیش از استقرار حکومت صفویه سنی مذهب بودند، اما به گفته برخی محققان از جمله رسول جعفریان، جامعه ایرانی در آستانه ظهور سلسله صفوی آمادگی تغییر مذهب را داشت، چرا که تعصبات مذهبی جزمگرایانه مکاتب چهارگانه فقه سنی عرصه را بر مردم و اندیشمندان تنگ کرده بود. چند قرن تمرین مدارا و تساهل و مبارزه با جزمگرایی در مکاتب گوناگون تصوف و عرفان لایه‌هایی از جامعه را برای پذیرش تحول آماده کرده بود، اما تعصب شاهان و فقهای قدرتمند دوران صفوی تحول مذهبی را به جبری تحمیل شده با شمشیر بدل کرد. در حکومت شاه اسماعیل زنده کباب کردن، گوشت دشمن را خوردن، دو درخت را به زور چند تن مانند فنر به هم پیوستن و دست و پای آدمی را با آن درختها بسته رها کردن، زنده پوست کندن، در دیگ جوشاندن، مقصر را از جای بلند سرازیر آویختن و بر گردنش سنگی عظیم بستن، از شکنجه‌های رایج مخالفان. قربانیان جنگ‌ها و قتل عام‌هایی را که شاه اسماعیل به بهانه ترویج مذهب شیعه رهبری کرد، نزدیک به 250,000 نفر نوشتند. به هنگام فتح تبریز به رغم آنکه تبریزیان در برابر سپاه شاه اسماعیل هیچ مقاومتی نکردند، بسیاری از مردم قتل عام شدند. سربازان شاه اسماعیل زنان آبستن را کشتند. 300 تن از زنان روسپی شهر را با شمشیر 2 نیمه کردند. حتی سگان تبریز را کشتار کردند. شاه اسماعیل پس از کشتار مردم نامادری خود را فراخواند. نامادری او با حاکم مغلوب سلطان یعقوب خویشاوندی داشت و به عقد یکی از امیران او درآمده بود. شاه اسماعیل نامادری خود را در حضور سربازان طعن و لعن کرد، فرمان داد که او را در برابرش سر بریدند. پایان نقل قول. تعصب مذهبی شاه اسماعیل در اولین نبرد او با فرخ یسار در شماخی چهره نمود. شاه اسماعیل پس از پیروزی دستور داد که همه غنایم به دست آمده از
دشمن شکست خورده را به دور بریزند، چرا که اموال سنیان را نجس می‌دانست. او دستور داد که سر بریده فرخ یسار را به تنش وصل کنند و بسوزانند و بدینسان انتقام خون پدر را گرفت. شاه اسماعیل مقام صدارت را به معلم دوران نوجوانی خود قاضی شمس الدین لاهیجی واگذاشت که علاوه بر صدارت مسئولیت رسیدگی به کلیه امور مذهبی و سرکوب و حذف همه ادیان و مذاهب بجز شیعه 12 امامی را بر عهده داشت. شاه اسماعیل در 914 هجری قمری یعنی اکتبر 1508 میلادی بدون جنگ بغداد را فتح کرد و باز به شیوه تبریز گرچه مردم در برابر او ایستادگی نکردند دستور قتل عام سنیان را صادر کرد و فرمان داد تا آرامگاه ابوحنیفه بنیانگذار یکی از 4 مکتب فقهی سنیان را تخریب کنند و استخوان‌های جسد او را بسوزانند و در محل مقبره او مستراح بسازند. او دستور داد تمام افراد قبیله پرناک را که در بغداد بودند از کودکان، زنان و مردان قتل عام کنند. جنگ‌های ایران و عثمانی. در این فصل هدف ما نه بررسی جنگ‌های ایران و عثمانی و تاریخ صفویه که اشاره به مواردی است که با موضوع اصلی تحقیق حاضر سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی ارتباط دارد. مورخان سرکوب خشن سنی مذهبان را در ایران به دوران صفویه از عوامل اصلی جنگ‌های ایران و عثمانی می‌دانند. حاکمان امپراتوری عثمانی که مدعی خلافت اسلامی و رهبری مذهبی و سیاسی عهد تسنن بودند، برآمدن یک حکومت قوی شیعی مذهب را در مرزهای شرقی خود خطری بزرگ برای برنامه‌های توسعه طلبانه خود تلقی می‌کردند. ظهور صفویه راه را بر توسعه امپراتوری عثمانی در شرق می‌بست و دولت شیعه قدرتمند در ایران خطری مهم برای متصرفات عثمانی در ممالک عربی بود. با این همه خلفای عثمانی که در جنگ با دولت‌های اروپایی درگیر و با بحران روبرو بودند، تمایلی به جنگ با ایران و باز کردن جبهه دیگری در شرق نداشتند. سختگیری‌ها، کینه‌توزی‌ها و تعصبات شدید مذهبی صفویان که به کشته شدن انسان‌ها، ویرانی دهات و شهرها و به تاراج رفتن اموال بیگناهان منجر می‌شد، آتش خشم سنیان و حکومتگران سنی را برافروخت. حاکمان سنی مذهب برای دفع صفویان و مردم سنی مذهب برای در امان ماندن از تیغ سرکوب خشن صفوی به خلفای عثمانی متوسل می‌شدند و می‌کوشیدند تا آنان را به نابودی دولت نوپای صفوی برانگیزند. نامه سلطان مصر قانسور قوری به سلطان بایزید عثمانی این موقعیت را به خوبی تصویر می‌کند. او در نامه خود فرقه قزلباش را بلای عمومی می‌نامد که دفع آن بر هر مسلمی واجب است. آنان را اهل بدعت و ضلالت و اصحاب شر و شقاوت لقب می‌دهد. قزلباشان صفوی را گروهی رافضی و ملعون می‌داند که اثری از رحم و شفقت در آنان نیست. آنان هتک ناموس مردان و زنان کرده، عالمان مذهبی و سادات را کشته، اموال آنان را غارت کرده و فرزندان آنان را اسیر نموده و جنایاتی را مرتکب شده اند که از زمان چنگیز کسی نظیر آن را ندیده است. پایان نقل قول. سلطان بایزید دوم
851 تا 918 هجری برابر با 1447 تا 1512 میلادی که پس از مرگ پدرش سلطان محمد فاتح در عثمانی در سال 886 هجری قمری برابر با 1481 میلادی به قدرت و خلافت رسیده بود، در 2 نامه که برای شاه اسماعیل می‌فرستد فتوحات او را در آذربایجان تبریک گفته و می‌کوشد تا شاه اسماعیل را از تندروی علیه سنی مذهبان باز دارد. سلطان بایزید دوم که جنگ بین 2 کشور مسلمان را به نفع هیچ یک ارزیابی نمی کرد، در نامه‌ای محبت آمیز به شاه اسماعیل او را پند و اندرز می دهد که برای بقای حکومت خود از سختگیری و تعصب مذهبی دست بردارد و با مردم به عدالت رفتار کند. بایزید البته به مصالح کشور خویش می اندیشید و نه به سرنوشت سنیان ایرانی، اما از آن روی که جنگ با ایران را به سود خود نمیدید و نمیتوانست بر کشتار همکیشان خود چشم پوشد، میکوشید تا رفتار شاه صفوی را با سنی مذهبان تعدیل کند. بایزید پیر در نامه خود شاه اسماعیل جوان را فرزند ارجمند عالی مقام خود خطاب و به او نصیحت می کند که خونریزی و کشتار مردم موجب بدنامی ابدی خواهد بود و به خاطر سلطنت چند روزه نباید مذهب را اسباب دست کرد و اختلافات مذهبی را دامن زد. هشدار می دهد که تشدید اختلافات مذهبی موجب ضعف هر 2 کشور خواهد بود. تخریب قبور و مساجد اهل تسنن را عملی ناصواب توصیف می کند و برای حفظ حرمت شاه اسماعیل این اعمال را به صوفیان نادان نسبت می دهد. بایزید به شاه اسماعیل توصیه می کند که عدالت را رعایت کرده کاری نکند که ادعی وطن و خانه و کاشانه خود را رها و به کشورهای دیگر پناه برند. و پس از این همه می افزاید ولی اگر بخواهی با زور شمشیر و ایجاد ترس و رعب در بین مردم حکومت کنی، باید بدانی که کشور خود را از شرق و غرب مورد هجوم قرار خواهی داد. بایزید دوم در خاتمه می نویسد اگر به نصایح گوش دهی دولت عثمانی را یار و یاور خود خواهی یافت. پایان نقل قول. پاسخ شاه اسماعیل به نامه دوستانه بایزید شخصیت او را به خوبی تصویر می‌کند. شاه اسماعیل فرستاده بایزید را در اصفهان به حضور می‌پذیرد و در برابر چشمان او فرمان می‌دهد تا تعدادی از اسیرانی را که از یزد با خود آورده بود زنده در آتش بسوزاند. ایلچی در کمال خوف و اندیشه راه دیار خویش پیش گرفت. پایان نقل قول. شاه اسماعیل اعتقاد داشت که خداوند وظیفه ترویج مذهب شیعه را در جهان اسلام به او محول کرده و ایمان داشت که خداوند او را در تحقق این رسالت مقدس یاری می‌کند. پیروزی آسان بر شیبک خان در محمودآباد نزدیک مرو او را به رسالت خود بیشتر امیدوار کرد. دستور داد پوست سر شیبک خان را پر از کاه کردند و سر او را برای بایزید فرستاد. در جنگ ماوراءالنهر در سال 918 هجری قمری مطابق با 1512 میلادی عبید خان برادرزاده شیبک خان نیروهای قزلباش را شکست داد. ازبکان با پیروزی بر قزلباشان بر سراسر ماوراءالنهر استیلا یافتند. شاه اسماعیل پس از شکست قزلباشان خود در سال
919 هجری قمری به سوی خراسان حرکت کرد. عبید خان چون از حرکت اسماعیل باخبر شد فرار کرد و شاه اسماعیل بدون جنگ مجدداً مشهد و هرات را تصرف کرد. اعلام مذهب شیعه به عنوان دین رسمی و تحمیل این مذهب بر ساکنان ماوراءالنهر که اکثراً سنی مذهب بودند، ایمان شاه اسماعیل را به برگزیده بودن خود از سوی خداوند راسختر کرده بود. شاه اسماعیل گمان می‌برد که با یاری خداوند به آسانی بر امپراتوری عثمانی پیروز شده و مذهب شیعه را در همه ممالک اسلامی آن روزگار ترویج خواهد کرد. بعد از مرگ بایزید در هفته صفر 918 هجری قمری مطابق با 24 آپریل 1512 میلادی سلطان سلیم به خلافت رسید. سلطان سلیم زارا با شاه اسماعیل را رها کرده و در واکنش به فتوای شاه اسماعیل مبنی بر مباح بودن خون سنیان و قتل عام آنان از فقهای سنی خواست تا با صدور فتوا علیه شیعیان مجوز شرعی قتل عام آنان را به دست دهند. روندی متقابل از تعصب و کنش و واکنش‌های نابخردانه هر دو کشور را به جنگی ناگزیر کشاند. شاه اسماعیل با صدور فتوای قتل شیعیان سنیان را به کشتار آنان برمی‌انگیختند و به دشمنی با شیعیان دامن می‌زدند. فقها و روحانیت شیعه کشتار سنیان را تقدیس می‌کردند و انعکاس گسترده حکایت قتل عام و سرکوب بیرحمانه سنیان در ایران، فتوای قتل شیعیان و تبلیغات دستگاه‌های روحانی سنی در امپراتوری عثمانی نیز از دیگر سو آتش کینه اهل تسنن را تیزتر می‌کرد. فتوای مفتی اعظم استانبول علیه شیعیان که به خواست سلطان سلیم صادر شد، نتیجه همفکری فقهای سنی بود. بر اساس این فتوا قتل هر شیعه ثواب کشتن 70 کافر حربی را داشت. این فتوا پاسخی بود به فتوای شیخ حیدر که پاداش قتل هر سنی را با قتل 5 کافر حربی برابر دانسته بود. سلطان سلیم در سال 920 هجری قمری به والیان آناتولی دستور داد تا شیعیان 7 تا 70 ساله ساکن در آن منطقه را شناسایی و به فتوای علمای سنی قتل عام کند. در بزرگترین کشتار مذهبی قرون وسطای اسلامی در آناتولی بیش از 40,000 شیعه کشته شدند. اموال آنها مصادره و زنان و فرزندانشان بین سپاهیان تقسیم شدند. بر پیشانی بازماندگان شیعه آناتولی داغ گذاشتند تا از دیگر مردمان متمایز شوند و همه بازماندگان را به تبعید فرستادند. علما و فقهای سنی به پاس این کشتار بزرگ به سلطان سلیم لقب عادل عطا کردند. شاعری به نام علی ابوالفضل پسر ادریس بدلیسی گزارش این کشتار و تدارک مقدمات آن را در شعری تصویر کرده است. فرستاد سلطان دانا رسوم، دبیران دانا به هر مرز و بوم، که اتباع این قوم را قسم در آرد به نوک قلم اسم ز 7 و ز 70 ساله به نام بیارد به دیوان عالی مقام. چو دفتر سپردند اهل حساب عدد 40,000 آمد از شیخ و شاه. پس آنگه به حکام هر کشوری رساندند فرمان بران دفتری. به هر جا که رفته قدم از قلم نهد تیغ بران قدم بر قدم. شد
اعداد این کشته‌های دیار فزون از حساب قلم 40,000. قربانیان کشتار سنیان و شیعیان در ایران و عثمانی که به فتوای فقهای دو مذهب اسلامی جان و زندگی خود را از دست می‌دادند، اغلب مردمان عادی بودند. نکته شایان توجه آنکه هیچ یک از مورخان و وقایع نگاران دربار صفوی چون غیاث الدین خاندمیر، حسن روملو، اسکندر بیگ، امیر محمود خاندمیر و احمد قمی به کشتار شیعیان آناتولی اشاره‌ای نکردند. ارزش جان قربانیان کشتار گسترده همکیشان شیعه در امپراتوری عثمانی برای مورخان درباری در حدی نبود که در کنار مراسم شرابخواری و عیش و سرور شاهان صفوی ثبت شود. جنگ چالدوران. سلطان سلیم پیش از حمله به ایران در سال 920 هجری قمری برابر با 1514 میلادی علمای سنی و سران نظامی را در شهر ادرنه گرد آورد و طرح خود را با آنان در میان گذاشت. در این نشست فقهای سنی را مخاطب قرار داد و درباره شکافی که مذهب شیعه در عالم اسلام به وجود آورده سخن گفت و پس از ارائه گزارشی از کشتارها و سختگیری‌های شاه اسماعیل نسبت به سنیان، جهاد با قزلباشان از دین برگشته را واجب شمرد. علمای سنی نظر او را تأیید و فتوای جهاد بر علیه شیعیان را صادر کردند. سلطان سلیم قبل از جنگ چالدوران در 4 نامه به شاه اسماعیل کوشید تا مشروعیت جنگ با ایران را به دلایل مذهبی مستند کند. در نامه اول به شاه اسماعیل 27 صفر 920 هجری قمری برابر با 1514 میلادی می نویسد: هر که از متابعت احکام الهی رخ تابد بر کافه مسلمین عموماً و سلاطین عدل آیین خصوصاً واجب است در دفع مکاید و رفع مفاسد آن به حسب الاستطاعه و الامکان بکوشند. پایان نقل قول. ائمه دین و علمای مهتدین کفر و ارتداد تو را با اتباع و اشیاعت که موجبش قتل است فتوا دادند. پایان نقل قول. در نامه دوم سلطان سلیم 15 ربیع الثانی 920 هجری قمری آمده است: به موجب فتوای عقل و نقل علمای اعلام ملت و اجماع اهل سنت تصمیم گرفته است خار و خسی که در جویبار شریعت قرار رسته از بن برآورده در خاک مذلت اندازی. پایان نقل قول. سلطان سلیم به شاه اسماعیل فرمان می‌دهد اگر دست از شیعه برداری و به اهل سنت بپیوندی لطف ما شامل حالت خواهد شد و الا تو را در خاک مذلت اندازی. و در نامه سوم اواخر جمادی الاول 920 هجری قمری که تقریباً همان مضمون دو نامه اول را دارد چنین می‌نویسد: چون شاه اسماعیل برای نابودی شریعت اسلام قیام نموده طبق فتوای عالمان مذهب سنی از میان برداشتن او به کافه مسلمین عموماً و به سلاطین اولي الامر خصوصاً از واجبات است. پایان نقل قول. جنگ چالدوران سرآغاز جنگ‌ها و خونریزی‌هایی شد که 4 قرن از سال 1514 تا 1913 میلادی به درازا کشید. شیعه کردن اجباری همه مردم ایران
و کشتار سنیان در قلمرو صفوی، کشتار شیعیان در امپراتوری عثمانی، رقابت حاکمان صفوی و خلفای عثمانی، طرح بلند پروازانه شاه اسماعیل برای شیعه کردن همه مسلمانان و حکومت بر ممالک اسلامی به 400 سال جنگ و خونریزی بین دو ملت انجامید که حاصلی جز تباهی و سیه روزی برای دو ملت نداشت. توافقنامه سال 1913 میلادی به جنگ‌هایی که هزاران کشته و اسیر بر جا نهاده و به ویرانی شهرها و دهات بسیاری منجر شده بود پایان داد. پس از 4 قرن جنگ هر دو کشور ایران و عثمانی چندان ضعیف و ناتوان شده بودند که کشورهای اروپایی به آسانی بر آنها مسلط شدند. شاه اسماعیل، تلفیق دین و ملیت. شخصیت شاه اسماعیل بافتی متناقض داشت. از سویی خود را منسوب و برگزیده خداوند و ائمه می‌دانست و بر آن بود که خداوند، پیامبر اسلام و امامان شیعه رسالت ترویج مذهب شیعه را به او محول کرده و او را از هر گزندی حفظ می‌کنند. از دیگر سو شرابخواره بود و با راه اندازی مجالس بزم بسیاری از قوانین اسلامی را نقض می‌کرد. به گفته مورخان شرابخواری در زمان صفویان در ایران از هر زمان دیگری پیش از آن تاریخ بیشتر شده بود. شاه اسماعیل بعد از پیروزی بر شیبکخان ازبک دستور داد که قزلباشان گوشت بدن او را خوردند و از کاسه سر او قدحی ساختند که شاه در مجلس بزم و عیش از آن قدح شراب می نوشید. شاه طهماسب فرزند شاه اسماعیل به سلطان سلیم می نویسد: پدر من در آن روز که با پدر شما جنگ کرد، درمیش خان و سایر امرا بلکه تمامی لشکر او مست بودند. شب تا صبح شراب خورده بودند. پایان نقل قول. شب فردای جنگ چالدران شاه اسماعیل با سرداران خود به میگساری پرداخت. گذشته را تغییر نمیتوان داد و در رویدادهای تاریخی جای اما و اگر نیست. با این همه میتوان پرسید که اگر سنی کشی شاه اسماعیل و شیعه کشی خلفای عثمانی نبود و جنگ چالدران و جنگ‌های 400 ساله رخ نمیداد، سرنوشت دو کشور عثمانی و ایران در آن مقطع حساس و سرنوشت ساز تاریخی چگونه رقم می‌خورد؟ شاه اسماعیل اما تنها به مذهب شیعه متکی نبود که از ناسیونالیسم ایرانی نیز بهره می‌گرفت. با آنکه خود را شیعه متعصبی وانمود می‌کرد، نام 4 پسر خود را نه از میان نام‌های مذهبی که از شاهنامه برگزید و آنان را طهماسب، بهرام، سام و رستم نام نهاد. شاه اسماعیل شاهنامه خوانی را در شربتخانه ها که بعداً قهوه خانه نام گرفتند مرسوم کرد و بزرگترین هدیه‌ای که به پسرش داد شاهنامه‌ای بود که هنرمندان بزرگ مینیاتور و خطاطی به دستور او تهیه کرده بودند. کار نسخه نویسی، مصور کردن و تصحیح این شاهنامه به دستور شاه اسماعیل آغاز شد و به دوران سلطنت شاه طهماسب به پایان رسید و به همین دلیل به شاهنامه طهماسبی شهره شد. داخل پرانتز بخشی از این اثر گرانبها در موزه نیویورک و بعضی از برگه های آن در موزه ها و کلکسیون های شخصی نگهداری می شود.
پرانتز بسته. شاه اسماعیل و دیگر شاهان صفوی برای مبارزه با امپراتوری عثمانی به کمک دولت‌های اروپایی نیز چشم دوخته بودند که بدان روزگار با عثمانیان در خاک اروپا می جنگیدند. شاه اسماعیل و دیگر شاهان صفوی که خود را مروج اسلام، مرشد کامل و جانشین امامان شیعه می دانستند، تلاش می کردند تا علیه دولت اسلامی عثمانی با مسیحیان اروپایی متحد شوند. نامه شاه اسماعیل به شارل پنجم. به کارل پسر فیلیپ: اگر به خواست خدا این نامه به دست شما رسید، خواهید دانست که فرر پتروس از طرف پادشاه مجارستان با نامه‌ای نزد ما آمد و ما نامه آن پادشاه را با مسرت خاطر خواندیم و اکنون فرر پتروس مذکور را حامل این نامه می سازیم و امیدواریم که وصول آن مایه خرسندی شما گردد. از شما با اصرار تمام انتظار دارم که در خواهش‌های من دقت کنید. ما باید در ماه آوریل، داخل پرانتز مقصود اوایل بهار است، پرانتز بسته، با هم از دو جانب بر دشمن مشترک خویش سلطان عثمانی حمله کنیم. از ماه آوریل تا هر وقت که فتح نصیب ما گردد باید بجنگیم. سفیری هم وقتی از طرف پادشاه لوزیتانی پرتغال از راه تبریز پیش ما آمده بود و به توسط او به آن پادشاه نامه‌ای نوشتیم، ولی تاکنون جوابی از او نرسیده است. چنانکه از رعایای عثمانی شنیده‌ام، پادشاهان عیسوی با یکدیگر در جنگ و جدالند و این مایه حیرت است، زیرا که مخالفت ایشان با هم بر جسارت دشمن خواهد افزود. به همین سبب به پادشاه مجارستان نوشتم که از دشمنی با پادشاهان اروپا پرهیز کنند، چه می‌دانم که او به عزم جنگ با آن اعلی حضرت سپاهی فراهم کرده و با فرستادن ایلچی و نامه می‌خواهد مرا نیز در این امر با خود متحد سازد، ولی من پیوسته درخواست او را رد کردم، زیرا چنان که شما میگویید میخواهم در سعادت و بدبختی با شما یار باشم و هر که متحد خویش را تنها گذارد و بدو خیانت کند مستوجب جزای خداوند قادر قهار است. بنابراین لازم است که زودتر به تهیه سپاه اقدام کنید و امیدوارم که برای تحریک و تحریض شما به نوشتن نامه‌ای دیگر نیاز نباشد، چه مسافت دور است و فرستادن نامه دشوار، مخصوصاً که سلطان عثمانی دریاها را در تصرف دارد و فرستادن سفیران دیگر جز این سفیر برای ما میسر نیست. البته به سلطان عثمانی اعتماد نکنید. سلطان کسی است که بر اتحاد و سوگند وفاداری وقعی نمی نهد و در راه نابود کردن شما از هیچ کاری دریغ ندارد. این دشمن اجدادی چنان عهد شکن است که قطعاً با شاهنشاه بزرگی که در کشور آلمان پادشاه است به راستی سخن نخواهد گفت. تحریراً فی شوال سال 929. الحمدلله رب العالمین. آمین آمین. دوستدار شما شاه اسماعیل صفوی پسر شیخ حیدر. پایان نقل قول. این نامه نشان می‌دهد که اعتقادات مذهبی شاه اسماعیل در آن حد قوی نبود که او را از اتحاد با مسیحیان علیه مسلمانان باز دارد. شاه اسماعیل برای از بین بردن دولت عثمانی مسلمان
دست دوستی به سوی قیصر مسیحی آلمان دراز می‌کند و از شاهان مسیحی می‌خواهد تا دست از جنگ با یکدیگر بردارند و برای از بین بردن دشمن مشترک دولت اسلامی عثمانی متحد شده و به او کمک کنند. شاه اسماعیل شیعه با مسیحیانی که به دلیل حمله به یک کشور مسلمان از منظر فقه سنی و شیعه دشمن حربی و واجب القطع تلقی می‌شوند، طرح دوستی می‌ریزد تا دشمن همکیش خود را نابود کند. روحانیت شیعه به دوران صفویان. قدرت روحانیت شیعه در اواخر دوران صفوی و به ویژه در دوران سلطنت شاه سلطان حسین به اوج رسید. اغلب شاهان صفوی با روحانیون شیعه به احترام رفتار می‌کردند، اما می‌کوشیدند تا از دخالت فقها در امور سیاسی مگر در مواردی و برای رسیدن به اهدافی معین جلوگیری کنند. به زمان شاه سلطان حسین که پادشاهی سخت خرافی، ترسو و شهوتران بود، روحانیون شیعه به اوج قدرت رسیدند. محمد هاشم آصف، مؤلف کتاب ارزشمند رستم التواریخ، درباره تعداد زنان و شهوترانی شاه سلطان حسین می نویسد: قریب به 1000 دختر سبیه جمیله از هر طایفه و قوم و قبیله، از عرب و عجم و ترک و تاجیک و دیلم، با قواعد عروسی و دامادی، با بهجت و سرور و دلشادی به عقد و نکاح و حواله خود درآورده بود و اولاد و احفادش از ذکور و اناث و کبار و صغار تخمیناً به 1000 نفر رسیده. پایان نقل قول. این شاه خرافی برای خود حجره‌ای در مدرسه 4 باغ اصفهان انتخاب کرده و خود را ملا حسین مینامید. او عده‌ای عوام فریب را در کسوت روحانی گرد خود جمع کرده و با آنان درباره امور نظامی و کشوری مشورت میکرد. مشاورین او در زمان حمله افغانها به اصفهان به جای چاره‌اندیشی به او پیشنهاد کردند که با جادو و اوراد و دعا و نوشتن نامه به قائم موعود و طلب کمک از او افغانها را نابود و خطر را دفع کند. در رستم التواریخ آمده است: علما و فضلا و فقها و عرفا و صلحا و زهاد هر روز به خدمت سلطان جمشید نشان می آمدند و عرض می کردند که جهان پناها، هیچ تشویش مکن که دولت تو مخلد و به ظهور قائم آل محمد متصل خواهد بود. همه اهل ایران، خصوصا اهل اصفهان، شب و روز دعا به دولت روزافزون تو می کنند. دشمنان تو ناگهان نیست و نابود و مانند قوم عاد و ثمود مفقود خواهند شد. پایان نقل. عده‌ای می گفتند نذر کرده ایم که شل زردی بپزیم که 7000 نخود در آن باشد که هر نخودی را 1000 مرتبه لا اله الا الله خوانده باشیم و بر آن دمیده باشیم و به 40 فقیر بدهیم و دشمنانت را منهزم و متفرق و دربدر کنیم. پایان نقل قول. منجمین می گفتند ستاره اصفهان مشتری است. دشمنانت ناگاه بنات و نعش متفرق و پراکنده می شوند. عده‌ای می گفتند 7 چله پی در پی عبدالرحمن پادشاه جن را با 5000 از جنیان بر دشمنانت غالب می کنند که در یک شب احدی از دشمنان تو را زنده نمی گذارند. صلحا به خدمتش عرض می کردند که به امام زمان نامه بنویس، در آب روان انداز، آن جناب
امداد و عنایت خواهد نمود. پایان نقل قول. به پیشنهاد اطرافیان به جای تدبیر نظامی آبگوشت سحرآمیز به سربازان میدادند که نامرئی شود. نتیجه از پیش معلوم بود. افغانها اصفهان را به آسانی فتح کرده و به سلطنت دودمان صفویه پایان دادند. نفوذ مجتهدان در عصر صفوی. محمد باقر مجلسی در سال 1037 هجری قمری مطابق با 1628 میلادی در اصفهان به دنیا آمد. تاریخ تولد او در حاشیه یکی از نسخه‌های بهارالانوار با حروف ابجد یادداشت شده است. او فرزند محمد تقی مجلسی، روحانی بزرگ شیعه عهد صفوی و یکی از بزرگترین احیاگران حدیث در شیعه است. دفاع سرسختانه او از مذهب شیعه از او چهره‌ای متعصب ساخته است. او قطعاً از تعلیمات پدر پیش از همه اثر پذیرفته بود و به این اعتبار او را باید از برآمدگان حوزه جبل عامل پس از تغییرات و اصلاحاتی که در پی انتقال به ایران و رونق یافتن در اصفهان یافت دانست. پایان نقل قول. مجلسی مدعی است که با علوم عصر خود آشنا بوده است. او در آغاز کتاب بهارالانوار مراحل تکامل علمی خود را چنین روایت می کند: و سرانجام به فضل و الهام خدا دانستم که زلال علم اگر از چشم سار پاک وحی به دست نیاید سیراب نمی کند و حکمتی که برخاسته از ناموس دین نباشد گوارا نیست. نفوذ ملا محمد باقر مجلسی در امور کشور به حدی بود که شاه هیچ کاری را بدون اجازه او انجام نمیداد. او ریاست دینی و دنیوی یافت و ملاباشی ایران گردید و به ویژه از ضعف شاه سلطان حسین و مقام ملاباشی خود برای دخالت در کار ملک بهره گرفت. وی در سختگیری و آزار اهل سنت و بر کسانی که متهم به بدعت و الحاد می شدند و در کشتار صوفیان و نشر خرافات و اوهام و نظایر این گزافه‌کاری ها مشهور است. میرزا آقاخان کرمانی در مکتوب دوم کتاب 3 مکتوب خود ملا محمد باقر مجلسی در بافتن خرافات و تصنیف مزخرفات ید طولانی داشته است که به همت مشتی از عامیان عالم نما و جاهلان فناتیک بی سواد در عربی و فارسی 24 جلد کتاب بهارالانوار نگاشته و محض ازدیاد اعتقاد بیشتر آنها را بر گفته‌های امام محمد باقر و روایات جعفر صادق نقل کرده است و علاوه بر این 24 جلد این عالم بزرگوار کتب بسیار و افادات بیشمار دارد. به جان تو اگر یک جلد کتاب بهارالانوار را در هر ملتی انتشار بدهند و در دماغهای آنان این خرافات را استوار و ریشه‌دار دارند، دیگر امید نجات از برای آن ملت مشکل و دشوار است. پایان نقل قول. شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله صفوی بیشترین دوران زندگی سیاسی خود را در جنگ برای تثبیت قدرت و یا در جنگ با ارتش عثمانی به سر آورد و توجه چندانی به روحانیون نداشت و از آنجا که مریدانش او را مرشد کامل و تجسم زنده خدا بر زمین میپنداشتند به خود حق میداد که در امور روحانی و مذهبی نیز فرمان صادر کند. به دوران سلطنت او
روحانیت شیعه قدرت گرفت، اما امکان و فضایی گسترده برای دخالت در امور سیاسی به دست نیاورد. شاه اسماعیل که قدرت را با شمشیر به دست آورده بود، به تأیید کسی نیاز نداشت و نمیخواست قدرت را با کسی تقسیم کند. جانشینان شاه اسماعیل به ویژه پس از آن که پسر او شاه طهماسب از شرابخواری توبه کرد، به تدریج به نفوذ بیشتر روحانیت شیعه تن دادند و چنان که پیش از این اشاره شد، برای جبران کمبود روحانی فقهای عرب و ایرانی مقیم جبل عامل لبنان و عراق و شام را به ایران دعوت کردند. محقق کرکی شیخ علی ابن الحسین ابن عبدالعالی 940 هجری برابر با 1833 میلادی، مقدس اردبیلی 1585 میلادی، 994 هجری، عبدالصمد جبل عاملی پدر شیخ بهاءالدین عاملی از فقهایی بودند که به ایران دعوت شدند. شاه طهماسب که روحانیون را صاحب کرامات می‌دانست، شیخ علی کرکی را به عنوان شیخ الاسلام انتخاب و کلیه اختیارات پادشاهی را به او واگذار کرد و خود را معاون او نامید. شیخ علی کرکی نیز در راه تأیید نظام موجود حاکم کتابی نوشت به نام قاطعة اللجاج فی حل الخراج و در آن برخلاف بسیاری از علمای دیگر اعلام کرد که مصرف پولی که وسیله یک حاکم ستمکار از طریق مالیات به دست آمده باشد حلال است. پایان نقل قول. از دوران شاه طهماسب به بعد سنت دوران ساسانی زنده شد و دو پایه قدرت در ایران، روحانیت و دربار، دست به دست هم داده و به فتوای یکی و عمل دیگری پایه‌های قدرت استبدادی را محکم کردند. حتی شاه عباس که کمتر به روحانیون اجازه دخالت در مسائل کشوری را میداد، آنگاه که ضرورت ایجاب میکرد دستورات فقها را رعایت می‌کرد. شاه عباس خود را کلب آستان علی مینامید تا از اعتقادات مذهبی مردم به سود خود بهره گیرد. روحانیت شیعه استبداد شاهان صفوی را تقدیس می‌کرد و به پاس این خدمت انتظار داشت که شاهان منافع روحانیت را رعایت کرده دستورات آنها را اجرا کنند. نامه مقدس اردبیلی به شاه عباس نمونه‌ای گویا از این رابطه به دست می‌دهد. مقدس اردبیلی داخل پرانتز شیخ احمد افشار اردبیلی معروف به مقدس اردبیلی متوفا در 994 هجری قمری برابر با 1585 میلادی در این نامه به سود یکی از امرای شاه عباس وساطت کرده و از شاه می‌خواهد که از تقصیر او بگذرد. بانی ملک آریه عباس بداند چه اگر این مرد اول ظالم بود اکنون مظلوم می‌نماید. چنانچه از تقصیر او بگذری شاید حق سبحانه و تعالی از پاره‌ای از تقصیرات تو بگذرد. کتبه بنده شاه ولایت احمد اردبیلی. پایان نقل قول. شاه عباس به نوشته اغلب مورخان کوچکترین انتقادی را بر نمیتابید و منتقدان را به شدت سرکوب میکرد، اما لحن نامه اینکه مقدس اردبیلی شاه عباس مستبد را بانی ملک آریه خطاب کرده او را گناهکار خوانده و خود را واسطه او و خدا می‌داند و به شاه می‌فهماند که اگر دستور او را اجرا کند شاید خداوند از برخی گناهان او درگذرد،
مقام و قدرت روحانیت شیعه را به این روزگار نشان می‌دهد. جواب شاه عباس به مقدس اردبیلی به جواب سربازی به فرمانده شبیه تر است تا نامه شاهی مقتدر به یک روحانی. به عرض می‌رساند عباس که خدماتی که فرموده بودید به جان منت دانسته به تقدیم رسانید که این محب را از دعای خیر فراموش نکند. کتبه کلب آستان علی عباس. پایان نقل. مقدس اردبیلی بارها به روزگار سلطنت شاه طهماسب و شاه عباس با نوشتن نامه‌هایی از این دست در امور کشوری دخالت می‌کرد. برای بعضی از سادات شاه طهماسب انار الله برهانه مراسله نوشت. چون آن مراسله به او رسید برای تعظیم آن کتاب از جای برخاست و آن را بوسید و بر سر چشم گذاشت و بر وجه اکمل حاجت را برآورد. سلطان آن مراسله را در میان کفن خود گذاشت و به خواص خود گفت که آن را در کفن نگه دارید و مرا با آن به قبر گذارید تا احتجاج نمایم بر منکر و نکیر که معذب نشوم و خواص او به همان نحو نمودند. پایان نقل قول. روحانیون شیعه به دوران صفوی برای حفظ موقعیت و ثروت خود هر گونه اعتراض و انتقاد به نظام سیاسی، دولت یا حکام جبار را با فتواهای خود ممنوع کرده، مخالفین و منتقدان را اجامر و اوباش لقب داده و از میان برمی داشتند. روحانیت شیعه و فرهنگ ایران. از این بی‌رحم صیادان رهایی کی شود ما را، که آتش میزنند از بهر یک نخجیر صحرا را. سرخوش مظفرآبادی. روحانیت دوران صفوی به فرهنگ ایرانی دلبستگی و علاقه نداشت، چرا که بیشتر روحانیون شیعه در آن روزگار جز برخی ایرانیان که برای تحصیل فقه شیعه به کشورهای عربی سفر کرده بودند منشأ ایرانی نداشته و از مراکز دینی شیعه در بحرین، شام، لبنان و عراق به ایران آمده بودند. نسل نخست روحانیون مهاجر کوچکترین آشنایی با زبان فارسی نداشته و با فرهنگ ایرانی بیگانه بودند. به زبان عربی سخن می‌گفتند، به عربی درس می‌دادند و به عربی می‌نوشتند. بیگانگی با فرهنگ و تاریخ ایران و علاقه‌مندی به فرهنگ و زبان عربی نزد روحانیون مهاجر تا آنجا بود که تاریخ ایران پیش از اسلام را با دوران جاهلیت عربی پیش از اسلام هم‌ارز می‌دانستند و به پیوندهای ملی ایرانی یکسره بی‌اعتنا بودند. در آثار این گروه هیچگاه از ایرانیان به نیکی یاد نشده است و نوشته‌های آنان از ذکر جمیل عرب پر است. بر اثر همین بریدگی از فرهنگ ملی بود که شیعیان 12 امامی در سده 5 و 6 در برابر داستانهای حماسی ایران داستانهایی از جنگاوری‌های دودمان پیغمبر ساخته و می گفتند مدح گبرکان خواندن بدعت و ضلالت است. پایان نقل قول. ملا محمد تقی مجلسی، ملا محمد باقر مجلسی و شیخ بهایی عاملی از روحانیون شاخص اواخر دوران صفوی بودند. ملا محمد باقر مجلسی در مقام شیخ الاسلامی معلم علوم دینی شاه سلطان حسین نیز بود. در سنت شاهان صفوی یک صوفی بلند مرتبه در روز تاجگذاری شمشیر را به کمر شاه نو می‌بست
نفوذ ملا محمد باقر مجلسی چندان بالا گرفت که در روز تاجگذاری شاه سلطان حسین دربار صفوی سنت شکست و به جای صوفی بلند مرتبه ملا محمد باقر مجلسی شمشیر سلطنت را به کمر شاه نو بست. روحانیت شیعه که خود را نایب امام 12 بر زمین می‌دانست، بر آن بود که حق حکومت را از امامان شیعه به ارث برده است و از این منظر بستن شمشیر سلطنت به کمر شاه سلطان حسین به این معنا بود که ملا محمد باقر مجلسی او را به سلطنت برگزیده و مشروعیت مقام سلطنت در گرو تأیید روحانیت شیعه است و در نتیجه شاه باید که از اوامر روحانیت اطاعت کند. ملا محمد باقر مجلسی به صراحت از شاه می‌خواست که کلیه وظایف خود را تحت نظر او که مجتهد و جانشین امام غایب بود انجام دهد. به دوران شاه سلطان حسین گامی مهم در راه ادغام شریعت و حکومت برداشته شد. مجلسی با هر نوع دگراندیشی اسلامی و غیر اسلامی سرستیز داشت و به سرکوب خشن همه مذاهب و ادیان جز شیعه 12 امامی معتقد بود. او فلاسفه را بیدین و دشمن اسلام می‌دانست. به درخواست او شاه سلطان حسین فرمان مسلمان شدن اجباری همه زرتشتیان را صادر کرد. آتشکده‌های زرتشتی ویران و بر ویرانه‌های معابد زرتشتی مساجد اسلامی بنا شد. به روزگار سلطنت شاهان صفوی روحانیون شیعه برای اولین بار صاحب کشوری شدند که شاهان آن گوش به فرمان آنها داشتند. روحانیون شیعه به پاس قدرتی که در پرتو حمایت سلطنت به دست آورده بودند، همه جنایات هیئت حاکمه و شاهان و اعمالی چون آدمکشی، مصادره اموال، داغ زدن و کور کردن را با مهر تأیید خود تقدیس می‌کردند. در حالی که مردم عادی را به اتهام شرابخواری حد می‌زدند، بر زنبارگی، شهوترانی و شرابخواری حاکمان چشم می‌بستند. صفویان ملایان شیعه را که در گوشه حجره‌های مدارس و مساجد در انزوا و تقیه زندگی می‌کردند، به مجلس شاهان بردند و زندگی مجلل و باشکوهی برای آنان فراهم آوردند. ملایان شیعه از انزوا در آمدند. مشیر و مشار شاه شده و شیفته سودای قدرت خود را نائب امام زمان لقب داده و شاه و حکومت‌های زمینی را دست نشاندگانی خواندند که به اذن و اجازه آنان فرمان رانده و برای مشروعیت خود به تأیید آنان نیازمندند. به دوران قدرتگیری روحانیت شیعه در عصر صفوی، تحصیل ریاضی و علوم طبیعی و فلسفه جای خود را به تحصیل فقه و شریعت و حدیث داد تا حدی که میتوان این دوران را دوران غلبه فقه و شریعت و حدیث بر علوم طبیعی دانست. در عصر صفوی فقه و دیگر علوم حوزوی رشد و توسعه یافتند، اما هیچ نشانه ای از رشد و پیشرفت علوم طبیعی در دست نیست. در فلسفه نیز جز ملا صدرا که به دستور فقهای زمانه به شهرک کبیری کهک در نزدیکی قم تبعید شد، هیچ چهره ای امکان حضور نیافت. محمد طاهر ابن محمد حسین نجفی متولد 1098 هجری قمری که به دلیل اقامت در قم به محمد طاهر قمی معروف شده، یکی از روحانیون شیعه عهد صفوی طرفدار مکتب اخباری است. او برخورد روحانیت شیعه با فلسفه و علوم را در شعری به گویایی تصویر کرده است.
جماعتی شده دور از در مدینه علم، نموده پیروی بوعلی و بهمنیار. ز جهل گشته فلاطونی و ارسطویی، فتاده دور ز راه ائمه اطهار. شده مقلد سقراط و پیروی بقراط، ز قول باقر و صادق نموده اند فرار. من استفاده علم از در مدینه کنم، مرا به حکمت یونانیان نباشد کار. مرا شفا و اشارات مصطفی کافی است، دگر مرا به افادات بوعلیست چه کار. بود تمام عیار آن کسی به نزد خدا، که هست پیرو آل مصطفی اش شعار. نجات کن طلب از آل مصطفی ای دل، بود نجات تو در دین احمد مختار. به دوران صفوی باور به خرافات در لایه‌های گوناگون جامعه به اوج رسید. باور به سحر و جادو و واگذاری کارها به دعا و دعانویسی چندان رواج یافت که استخاره مهمترین نقش را در تصمیم گیری های مهم سیاسی ایفا می‌کرد. دعانویسان و رمالان جای مدیران و کارگزاران دولتی را گرفتند و امور نظامی و سیاسی و اقتصادی دولت و مردم به نذر و نیاز و قربانی و نفرین و دعا واگذار می‌شد. تسلیم مطلق بودن در برابر روحانیون وظیفه و تکلیف شرعی بود. مردم به مجتهد و مقلد تقسیم شدند. مقلدان باید که در تمامی امور زندگی از فعالیت‌های اقتصادی تا مناسبات خانوادگی بیچون و چرا از رأی مجتهدان پیروی کنند. در این دوران جامعه از منظر اخلاقی سقوط کرد. صیغه و یا عقد موقت در میان مردم رایج شد. گدایی جای اتکاء به نفس و حیله‌گری و خدعه جای صداقت و درستی را گرفت. سفرنامه‌های اروپاییان، سفرنامه‌هایی چون سفرنامه جوز آفا باربارو، آمبروزیو کنتارینی، کاترینو زنو، آنجلولو، خاطرات ولینسکی سفیر پتر کبیر در دوران شاه سلطان حسین سقوط اخلاقی جامعه ایرانی را به دوران صفوی به خوبی تصویر می کنند. در سال 1717 میلادی پتر کبیر برای عقد یک پیمان بازرگانی سفیری به نام ولینسکی به ایران دوران شاه سلطان حسین فرستاد. این سفیر در گزارش خود به امپراتور روسیه می نویسد: در ایران در حال حاضر کسی عنوان شاه دارد که بر اتباعش هیچ گونه تسلطی ندارد و یقین دارم به ندرت میتوان چنین آدم ضعیفی را حتی در بین افراد عادی پیدا کرد. به این جهت خود او همیشه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند و همه کارهایش را به مباشرش واگذاشته است که از یک گاو بیشعورتر است. ولی این آدم چنان مورد توجه شاه است که هرچه او بگوید انجام می دهد. پایان نقل قول. سلسله شیعه صفوی را افغانهای سنی مذهبی که از جور و ستم شاهان صفوی و روحانیت شیعه به تنگ آمده بودند سرنگون کردند. پس از پیروزی افغانها، سنیان به انگیزه انتقام شیعه کشی پیشه کرده و مردم بیگناه تاوان تندروی‌های روحانیت شیعه را پرداختند. محمود افغان بعد از فتح اصفهان حرمسرای شاه سلطان حسین را در هم ریخت و او را مجبور کرد که زنان حرمسرا را طلاق دهد. عده زیادی از بزرگان شهر را قتل عام کرد و در دفترخانه ملوک صفویه همه را به پهلو خواباندند و خاک بر آنها ریختند.
و 50 زن سلطان جمشید نشان را به تعدی و عنف از وی طلاق گرفتند و به امرای افغان بخشیدند و از 1000 نفر بیشتر اولاد و احفاد سلطان جمشید نشان را هلاک نمودند. پایان نقل قول. رستم التواریخ می نویسد قزلباش‌ها با هم اتفاق و اجتماع نمودند و هجوم عام نمودند و به قتل و غارت مستولی بر افاقنه و اهل سنت شدند و بسیاری از اهل سنت را کشتند و اموالشان را غارت نمودند و به قدر 50,000 ازاله بکارت دخترهای ایشان نمودند و پسرهاشان را هم معاف نداشتند. در یک روز و یک شب که ناگاه از خارج شهر افغان بسیار در شهر هجوم آوردند و به قتل و غارت و زشتکاری‌های دیگر بر قزلباش‌ها غالب و مستولی شدند، قضیه بالعکس اتفاق افتاد. پایان نقل قول. قیام افغان‌ها علیه دولت مرکزی صفویه تنها قیامی نبود که در واکنش به سختگیری‌های مذهبی علمای شیعه رخ داد. شجاع الدین شفا از 10 قیام در سالهای 1121 نام میبرد که از آن جمله میتوان به قیام تبریز که شرح آن را والینسکی سفیر روسیه در خاطرات خود نوشته، قیام لزگیان 1123 قمری و قتل تجار روسی 1134 قمری برای مرتبه دوم در سال 1127 قمری، قیام کردان سنی در 1130 قمری، قیام ایلات شاهستون در دشت مغان، قیام ارامنه در قفقاز 1135 قمری که تا سال 1144 ادامه یافت، قیام لرها 1123 قمری، قیام ملک محمود امیر سیستان در سال 1136، قیام قلجزایی 1120 قمری و محمود افغان 1127 قمری اشاره کرد. این قیام ها واکنش مردم به سرکوب دگراندیشان، تعصب و بیرحمی روحانیت شیعه را نشان می‌دهد. قیام لزگیان در سال 1134 که با قتل عام شیعیان داغستان همراه بود، قیام کردان سنی در سال 1127، قیام امیر مسقط و تصرف چندین جزیره ایرانی در خلیج فارس، قیام ایلات شاهستون در دشت مغان، قیام لرها و بلوچها و بالاخره قیام ایل چادرنشین افغانی قلچزایی که به سقوط سلسله صفوی منجر شد، از این جمله افشاریه و زندیه، دوران آرامش نسبی. سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران در دوره افشاریه و زندیه تا حدی کاهش یافت، چرا که در هر دو سلسله نفوذ روحانیت شیعه و سنی در حکومت کاهش یافته بود. نادر قلی خان در نشست اشراف و سران ایلات و عشایر در دشت مغان 3 شرط برای پذیرش پیشنهاد آنان مبنی بر قبول سمت پادشاهی ایران تعیین کرد و آنان هر 3 شرط را پذیرفتند. 1. سلطنت در خاندان او موروثی شود. 2. حاکمان محلی، قومندان، سران ایلات و عشایر و زمینداران بزرگ از ادعای شاهزادگان صفوی نسبت به سلطنت حمایت نکنند. 3. شیعیان از مذهب شیعه دست بردارند و مذهب جدید جعفری را که 5مین مذهب حنیف سنی اعلام شده بود به عنوان مذهب خود بپذیرند. از
سب و لعن عمر و عثمان و ابوبکر و تشکیل مجالس سوگواری به مناسبت مرگ امام حسین خودداری کنند و چون در اثر اختلافات شیعه و سنی خون بسیاری از مردم ریخته شده است، باید علمای دین مجمعی تشکیل دهند و به این اختلاف پایان بخشند. پایان نقل قول. نمایندگان نخست با شرط اول و دوم موافق بودند و درباره شرط سوم قرار گذاشتند که نظر ملاباشی را ملاک کار خود قرار دهند. ملاباشی در جواب نادر گفت: ما خود قانون خدا را می‌دانیم و روایت محمد پیغمبر او هم راهنمای ما است. بنابراین کار والا حضرت نیست که در آن بدعت بیاورد. پایان نقل قول. پس از آنکه ملاباشی سرکش در چادر خفه گردید، دیگر علمای شیعه حاضر در جلسه به برهان قاطع نادرقلی تسلیم شده و شرط سوم را نیز پذیرفتند. تصمیمات شورای مغان به تضعیف روحانیت شیعه انجامید. نادرشاه برای محدودتر کردن قدرت روحانیت تصمیم به مصادره اوقاف گرفت. نادرشاه نمایندگان روحانیت شیعه را پیش خود احضار کرده و از آنها میپرسد که درآمدهای سرشار موقوفات چگونه به مصرف میرسد؟ آنها اظهار می‌دارند که این درآمدها به مصرف مواجب روحانیان و نگهداری مدارس و مساجد متعدد میرسد. مساجدی که هر لحظه در آنها صدای دعا برای پیروزی دولت در جنگ و ترقی آن بلند است. نادر پاسخ می‌دهد که به احتمال قوی دعای آنها مستجاب نمی شود، زیرا 50 سال است که مملکت رو به زوال می رود و از متجاوزان و بلواگران تقریبا شکست خورده. اکنون هم خدا فقط اسلحه جنگجویان را لایق لطف خود دانسته، جنگجویانی که حاضرند جان خود را برای دفاع و شرافت مردم فدا کنند. بدین جهت درآمدهای روحانیون باید در حقیقت به جنگجویان تعلق داشته باشد. پایان نقل قول. نادرشاه دستور داد تا قسمت اعظم زمینهای موقوفه را مصادره و درآمد آنها را برای هزینه قشون به خزانه دولتی واریز کند. اوقاف از پشتوانه‌های اصلی روحانیت شیعه و از منابع قدرت آن بود. مصادره اوقاف و دیگر اقدامات نادرشاه برای محدود کردن قدرت و نفوذ روحانیت بر نارضایتی آنان افزود. روحانیت شیعه بارها تلاش کرد تا نادر را فلج کرده و با تحریک مردم، ایلات و عشایه و افراد قشون کار سازمان دادن ارتش را بر او دشوار کنند. اما چنان که جیمز فریزر مورخ انگلیسی می نویسد، کوشش روحانیت با پوزخند جنگجویان نادر مواجه می شد. پایان نقل قول. توده های مردم که از جنگ های داخلی و مذهبی و کشتار و فقر به جان آمده بودند، به اصلاحات نادر با نظر مساعد می نگریستند. کارگزاران نادر به مردم وعده می دادند که با مصادره موقوفات و تأمین هزینه سپاه از این منبع کشاورزان از پرداخت مالیات معاف خواهند شد. این وعده پشتیبانی مردم از نادرشاه را افزایش داده و از نفوذ روحانیت میکاست. موقوفات به سود دولت مصادره شد، اما زمینهای مصادره شده از پرداخت مالیات معاف نشدند. گذشته از این، سابقاً مخارج روحانیت را از این زمینها تأمین می‌کردند، در صورتی که اکنون تأمین این مخارج به مردم کشور واگذار شده. نادرشاه پس از مصادره موقوفات اعلام کرد که اگر مردم
به خدمتگزاران دین احتیاج دارند، باید آنها را به حساب خود نگهداری کنند. پایان نقل قول. نادر چون زیانهای ناشی از اختلافات شیعه و سنی را میشناخت، علاقه‌مند بود که به این اختلافات خاتمه دهد. علاقه او به وحدت شیعه و سنی انگیزه سیاسی داشت و او خود به مسائل دینی بی‌اعتنا و از تعصب مذهبی بری بود. گزارشات معاصران نادر از بی‌اعتنایی او به مذهب حکایت می‌کنند. بازن، طبیب دربار نادر، از قصد او برای از میان برداشتن اختلافات مذهبی و برقراری مذهبی جدید سخن گفته است. کسانی که با نادر از نزدیک تماس داشتند معتقد بودند که او آدمی لامذهب بوده. پایان نقل قول. وحدت و اتحاد شیعه و سنی که آرزوی نادر بود و در شورای دشت مغان تصویب شده بود، تنها بر کاغذ باقی ماند و طفلی بود که مرده متولد شد. سنی و شیعه به کینه‌ورزی ادامه دادند، اما نادر قدرت روحانیون شیعه را تا حدی مهار و از دخالت آنها در امور کشوری و لشکری جلوگیری کرد. به دوران نادرشاه بسیاری از روحانیون شیعه به عراق مهاجرت کردند. در دوران نادرشاه و کریم خان زند دست روحانیون از تجاوز به مال و جان مردم کوتاه و از قدرت فتوا و تکفیر آنان تا حد بالایی کاسته شد. این دوران را در مقایسه با عصر صفوی میتوان دوران آرامش نسبی برای دگراندیشان مذهبی ارزیابی کرد. کریم خان زند از تعصبات مذهبی رها و از حمایت و تأیید روحانیون بی‌نیاز بود. به دوران حکومت کریم خان بزرگترین مرجع رسمی انتسابی روحانی در شیراز، مرکز زندیه، لقب شیخ الاسلامی داشت، اما زندیه اختیارات، کارکردها و وظایف این مقام را به شدت کاسته بودند. سمت ملاباشی بعد از سقوط شاه سلطان حسین احیا نشد و کریم خان تنها به مراجع مذهبی منتسب خود مستمری پرداخت می‌کرد. خان زند به جز مرجع و شیخ الاسلام دیگر روحانیون، طلبه‌های علوم دینی، سادات علوی و دراویش را مردمی طفیلی می‌خواند و به آنها مقرری نمی‌داد و معتقد بود که اینان باید با آنچه دارند یا خود به دست می‌آورند زندگی کنند. اقلیت‌های مذهبی در دوران حکومت زندیه از آسایش نسبی برخوردار بودند. پایان این فایل در صفحه 64.